میفرستم به بینندگان بینیاد عزیزی آزادی و به همایان آهی که این لحظه ها ما رو تماشا را. امروز چهارشنبه است 24 اپریل و من شالو گلخوجه چون همیشه در این صبح بر وقت در خدمت شما با خبرهای تازه و البته با خوش خبر و ما رو در این صحبت امیدوارم چون همیشه همراهی خواهید کرد. اما پیش از اون که به خبرها بگذاریم نخست از باد و هوا میگیم. همین حال هوا در پراگ ابری و شمال میوزد اما پیشگویی می شود که در جریان روز هوا صاف و آفتابی و 24 درجه گرم خواهد بود. در مسکو نیز امروز هوا صاف و بی‌غبار است و گرمی روزانه به 22 درجه میرسد. در دوشنبه امروز باران میبارد و با هواشناسان تخمین میکنند که حرارت سنج از 12 تا 14 درجه گرمی را نشان خواهد داد. و خوش خبری که گفتم، مثلا چند شرکت موبیلی تاجیکستان خبر دادند که به زودی تعرفه و نرخ پیشینه اینترنت را برقرار میکنند. آنها برای ایجاد ناراحتی از مردم معذرت خواستند. شرکت تیسل شب 21 اپریل با نشر اطلاعیه گفت فرمان خدمات زیدین سوری تاجیکستان تحت رقم 31 از 4 مارس سال 2019 بیکار کرده شد. در حال حاضر کارهای فنی جریان دارد تا تعرفه و خدمت رسانی های قبلی دوباره فعال شود. میگافون تاجیکستان هم در بیانیه از قطع فرمان بالاروی نرخ اینترنت و گفتگوی موبیلی خبر داد. مسئولین شرکت گفتند به زودی دستور پرزیدنت تاجیکستان را برای فعال کردن خدمات و تعرفه های قبلی اجرا خواهند کرد. صمیمانه امیدواریم که مردم ما را درک میکنند، گفتند مسئولین شرکت. ولی هر دو شرکت هم نگفتند که نرخ و تعرفه های پیشینه اینترنت از کی فعال خواهد شد. شرکت های موبیلی تاجیکستان روزی 18 اپریل نرخ اینترنت، گفتگوی موبیلی و انجین را بالا بردند. نرخ 1 مگابایت اینترنت موبیلی با در نظر داشت انداز از ارزش علاوه شده و اکسیس 6.2 درم و قیمت 1 گیگابایت آن 62 سومانی تعیین شد. قبلا 1 گیگابایت اینترنت از 30 تا 35 سومانی بود. از این تصمیم کمیته اندازه تاجیکستان هم دیگران جانبداری کرده آن را برای جمع‌آوری مالیاتی بیشتر مهم دانستند. نظر آدینه زاده معاون اول رئیس خدمات زیدین سوری در صحبت با رادیو آزادی گفته بود تا امروز قیمت 1 مگابایت اینترنت در کشور تا 50 درم بود و آنها برعکس آن را پایین آورده به 5 درم رساندند. مخالفان قرار بالا بردن نرخ اینترنت میگفتند بیش از 1 میلیون اهالی تاجیکستان در خارج کار اقامت میکند و یگانه وسیله ارتباط والدان یا زن و فرزند آنها با مهاجران اینترنت است. این بحث طول 2 هفته به شدت در شبکه‌های اجتماعی جریان داشت. بعد تلاش‌های بی‌نتیجه برای پایین بردن نرخ استفاده از اینترنت، فعالان جامعه تصمیم گرفتند با یک مراجعت نامه دست جمعی به رئیس جمهور و دوستان کل مراجعت کنند. آنها تا روز 22 اپریل با جمع‌آوری امضا در دوشنبه آغاز کردند. اما شام 23 اپریل یعنی دیروز غیر انتظار خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان خبر داد که نرخ استفاده اینترنت و ارزش تعرفه‌های شرکت‌های موبیلی به حالت اوله برگردانده شد و نسبت به شخصان مسئولی که به این کار راه دادند چاره‌جویی کرده شد. دقیق گفته نشده است که افراد مسئول بالا بردن نرخ اینترنت در تاجیکستان کی بودند و چی جزا گرفتند و ضرر معنوی و مالی که ساکنان طی تقریبا 2 هفته آخر دیدند چگونه جبران خواهد شد. در حالی که روز سه‌شنبه رئیس خدمات زیدین سوری نهاد مسئول بالا بردن نرخ اینترنت و گفتگوی موبیلی از مقام خود آزاد و همان روز معاون رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت این گردید. و بینندگان عزیز ما را در جریان روز همراهی کنید چون ما حتما در صحبت‌های بعدی در تقدیم سرخطهای روز و همین گونه در برنامه خبری درباره نرخ اینترنت در تاجیکستان به شما حتما معلومات خواهیم داد و تلاش میکنیم تقدیر اون کاربرانی را که الکی با پول زیادتر اینترنت خریدن برای شما بگوییم که چی می شود. عیبدار کننده دولتی از دادگاه خوجند خواست استاد قربانова زنی که در بازداشتگاه پلیس عینی قصد خودسوزی کرده بود برای غصب زمین، قصد نابود کردن مال و ملک غیر گناهکار دانسته شده شرطاً 3.5 سال زندان محکوم گردد. او گفته از دادگاه به این زنی 68 ساله و گرفتار بیماری ها و سرابان عائله بزرگ شانس بدهد مهلت جزای خود را در آزادی سپری کند. فیض‌الله نصراللهی وکیل دفاع استاد قربانова به نوبت خود از دادگاه طلب کرد پرونده شخص زیر حمایش بازنگری شود
بعد انجام مرافعه در روز 21 اپریل گفت چون که حالتهای زمین بیگانه را ضبط کردن او تصدیق خود را نیافت، جانب جبر دیده به جز یک معلومات نامه یگان دلیل و حجت در این باره پیشنهاد کرده نتوانست. خب دادگاه خوجند 23 اپریل در صورت رد وکیل دفاع قربان و بیانات چند شاهد و سخن جانبا را شنیده برای گرفتن حکم یا برآوردن حکم به خانه مشورتی درآمد. پیوندان ایستاد قربان و میگویند پرونده او هرچند دارای سری مخفی نیست، دو روز باز در پس درهای بسته دادگاه خوجند ادامه دارد. به طالور به جز از جانب‌های عیبدار شونده و جبر دیده و شاهدان دیگر کسی از جمله خبرنگاران نیز راه داده نشدند. دادگاه از شرح سبب این اقدام خودداری می‌ورزد. مقامات ایستاد قربان و ساکن 68 ساله نویه عینی ولایت سوخت را به غصب زمین و قصد نابود کردن مال و ملک غیر متهم می‌کنند. بررسی پرونده او روز 22 اپریل در دادگاه شهر خوجند آغاز گردید. اکنون می‌رویم به مسکو. بعد آزادی و بازداشت شبه برانگیز یک شهروند تاجیکستان او را دیگر باره در یکی از بازداشتگاه‌های شهر مسکو یافتند. دلشاد ستاروی 43 ساله که یک سال رسا در بازداشتگاه در روسیه نگاه داشته میشد، روز 18 اپریل رها شد، ولی همان لحظه چند ناشناس نقابپوش او را دوباره بازداشت کردند و به جای نامعلوم بردند. محمد شریف ستاروف برادر دلشاد ستاروف دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت ساعت 5 بیگاه روز 22 اپریل برادرش را در دادگاه نویه لوبرتی مسکو دید. با گفته او در دادگاه معلوم شد که دلشاد را ماموران خدمات فدرالی امنیتی روسیه پس از رهایی دوباره بازداشت کردند. دادگاه امر داده است تا زمان انجام تفتیش پرونده و تحقیق ادعاهای او 2 ماه در بازداشتگاه بماند. در دادگاه گفتند که دلیل‌های نو و شاهدان نو پیدا شدند که او با آدمان شبهناک رابطه دارد و در سوریه بوده است. برادرم تمامی گفته ها را دروغ و تهمت نامید، لیکن سود قرار برآورد که 2 ماه در بازداشت بماند، گفت او. مقامات روسیه و تاجیکستان بازداشت دلشاد ستاروف را هنوز شرح ندادند. روز 19 اپریل محمد شریف ستاروف برادر دلشاد نواری را در اختیار رادیو آزادی گذاشت که به ادعای او لحظه بازداشت برادرش است. آن زمان او گمان داشت که احتمال برادرش را به تاجیکستان استرداد کردند. در گذشته با چنین شیوه چند شهروند تاجیکستان از روسیه به کشور برده شده بود. اما ستاروف میگوید با احتمال زیاد نشر نواری بازداشت او و رسانه‌ای شدن بردن وی به تاجیکستان شده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بازداشت و استرداد ستاروف را تصدیق و یا رد نکرده بود. در وزارت امور داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که در واقع از روسیه درخواست کردند دلشاد ستاروف را به تاجیکستان بدهد. با گفته مصاحبه رادیو آزادی آنها دلیل‌های ثابت دارند که وی در سوریه بوده است. رو می‌ریم به خبرهای جهانی. گروه افراطگرایی به نام دولت اسلامی مسئولیت بمبگذاری‌های خونین در شریلانکا را بر عهده گرفت، ولی هیچ گونه دلیلی برای ثابت کردن گفته‌اش پیشنهاد نکرد. در حمله‌های روز 21 اپریل به کلیسا و مهمانخانه‌ها در شهر کلمبو پایتخت این کشور و اطراف آن بیشتر از 300 نفر کشته شدند. گروه دولت اسلامی با نشر بیانیه در وبسایت خبریش اعماق گفت در این حمله‌ها شهروندان کشورهای ایتلو و مسیحیان در شریلانکا بود و آنها را جنگجویان دولت اسلامی انجام دادند. مقامات شریلانکا یک گروه داخلی افراطگرا را مسئول حمله ها در روز عید فسح نامیدند. شماره عمومی قربانی‌های حمله به 359 نفر رسیده، 500 تن دیگر مجروح شدند. گروهی به نام دولت اسلامی که قلمروهایش در عراق و سوریه را از دست داد در گذشته هم مسئولیت حمله‌های گوناگون را بر عهده گرفته است، ولی عکس یا ویدیوی حمله‌وران را نشر نکرده است. پلیس شریلانکا گفت که 58 نفر در رابطه با بمبگذاری‌ها دستگیر شدند. رجیتا سینا ارانتی سخنگوی حکومت گفت که بمبگذاری‌ها کاری دستی جماعت ملی توحید یک سازمان افراطگرایی داخلی بوده است. او افزود پلیس درباره احتمال حمله‌ها خبر داشته است، ولی آنها را نادیده گرفته عمل نکرده است. خبرگزاری رویترز با اشاره به 3 سرچشمه که اطلاع دقیق داشتند میگوید هندوستان چند ساعت پیش از حمله به نهادهای امنیتی شریلانکا درباره انجام حمله‌ها از سوی اسلامی‌ها خبر داده بود.
ازبکستان تصمیم دارد در عوض 20 میلیون دلار چند عدد اتوبوس خریداری کند. یکی از هدفهای خرید اتوبوس و تامین بخطری حرکت شهروندان ازبکستان به مکان مهاجرت موقتی در خارج کشور پیشگیری از صدمه‌های نقلیاتی در مسیر مسافرت عنوان شده است. برای خریدن اتوبوس و بانک دولتی رشد چین قرض می‌دهد. در حال حاضر دقیق نیست که اتوبوس از کدام کشور خریده می‌شوند، اما تخمین می‌رود چین این اتوبوس را به ازبکستان وارد کند. تنها در یک سال اخیر در کشورهای همسایه ازبکستان اتوبوس‌های حامل مهاجران ازبکستانی چندین مرتبه به صدمه دچار شدند. خبر داده می شود که برخی از اتوبوس‌ها غیرقانونی به مسافرکشانی مشغول بوده، عادی‌ترین قاعده‌های بی‌خطری را رعایت نمی‌کردند. و دیروز 23 اپریل در جلسه‌های کمیته داوران فدراسیون فوتبال تاجیکستان و کمیته نظارت و انتظامی ففت سرداور بازی خطلان استرافشان گلمرود سعدالله و دروازه‌بان مشزن خطلان شهرام اسماعیلوف مجازات شدند. در این باره سامانه رسمی ففت خبر داده است. با اطلاع این منبع در جلسه اعضای کمیته داوران ففت نوار ثبت بازی دور سیوم مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته‌های خطلان استرافشان را که 21 اپریل در ورزشگاه پختکاری شهر بختر دایر گردید و با حساب 2-1 به نفع میزبانان خاتمه یافت تماشا کردند. در دقیقه 55 بازی دروازه‌بان بختر شهرام اسماعیلوف در داخل جریمه‌گاه برای لیگیانر استرافشان جمشید حسنوف با مشت زده است، ولی سرداور بازی گلمرود سعدالله این لحظه را ندیده است. بعد آن که داور احتیاطی سرداور را از این حادثه خبردار کرد، او به دروازه خطلان پنالتی یا جریمه 11 متری تعیین نمود، ولی سرداور برای چنین رفتاری ناشایسته به دروازه‌بان خطلان کارت نشان نداده است. کمیته داوران ففت این مسئله را بررسی نموده تصمیم گرفتند که برای خطای جدی سرداور بازی گلمرود سعدالله را از حق حکمی در 3 بازی لیگ عالی تاجیکستان و یاوری او حسن کریموف را از شهر نورک از 2 بازی محروم نمایند. دروازه‌بان خطلان شهرام اسماعیلوف برای قصدن زدن رقیب از حق شرکت در 3 بازی محروم و به مبلغ 1000 سومانی جریمه کرده شد. همچنین میجری دسته خطلان ابراهیم ولیف و سرداری دسته حکمت الله شمسیدینوف برای تحقیر داوران بازی خطلان استرافشان هر کدام از 3 بازی محروم و به مبلغ 500 سومانی جریمه شدند. دسته خطلان برای تامین کردن ترتیبات جمعیتی در ورزشگاه هنگام بازی مقابل استرافشان به مبلغ 2000 سومانی جریمه بسته شد. و بینندگان عزیز، چون همیشه در این قسمت صحبت نگاهی می‌اندازیم به قرب اسعار خارجی در بانک‌های تاجیکستان که از سوی بانک ملی برای امروز تعیین شده است. $1 9 سومانی و 43 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 61 درهم و 1000 روبل روسیه 148 سومانی نرخ دارد. با سپاس از یکایک شما عزیزان برای همراهی. فراموش نکنید ما شما را بعد از کمتر از 3 ساعت دیگر بازم در تقدیم سرخطهای روز منتظر میشویم و بعداً برنامه خبر نیز داریم و موضوع کلیدی ما درباره نرخ اینترنت در تاجیکستان است. برنامه‌های ما را پیگیری کنید و روز خوب داشته باشید.